این شب و روزها در شهر و ناحیه‌های کشاورزی ولایت سوخت با مسئله یخابمانی آبمانی ذخیروی توجه خاصه روانه شده. با استفاده از آبهای خودجاری چنین کارهای اگرتکنیکی انجام داده می شود. با تاکید متخصصان و عالمان ساحه، آبمانی ذخیروی و یخابمانی نه تنها برای پرورش باغ بلکه برای همه زراعت‌های کشاورزی از جمله پخته که در فصل بهار کشت کرده می شود ضرور و مهم است. حالا در ناحیه جبار رسولوف در برابر یخابمانی با مسئله تازه نمودن زمین از اوزپایم شودگاری زمین هم توجه روانه می گردد. مقصد اساسی شودگاری زمین را عالمان ساحه کشاورزی در نگاه داشتن نمناکی خاک، صورت بخشی پوشش باقی مانده های رستنی ها در خاک، نیز کردن میکروارگانیسم ها و تخمه های حشرات های ضرررسان، نیز کردن علف های بیگانه با راه مکانیکی، آمیخته شوی نوری های ارگانیکی و مدنی با خاک، بهتر کردن خاصیت های فیزیکی، کیمیایی و مکانیکی خاک مهم دانسته می شود. موافق درنامه سال جاری با میدان گذراندن 800 گیتار آبانی ذخیروی باغ تاخو به نقشه گرفته شده است که تا با امروز حساب آبهای خود جاری با میدان 175 گیتار زمین‌های باغات آبماری ذخیروی گذرانده شد. تا به سنه 12 دکتر 10880 گیتار زمین‌ها با پررگی شودگار گذرانده شد. در ناحیه اسپیتامین با استفاده از تکنیک‌های شودگار کننده اساساً تراکتورهای تسمه‌چرخ شودگاری زمین جریان دارد. شودگاری زمین طبق توصیه عالمان باید خوش‌صفت انجام داده شود، یعنی خاک خوب مایده شده، پارو و علف‌های بیگانه زیر خاک گردانده شوند. در این صورت تخم علف‌های بیگانه و حشرات‌های ضرررسان و برانگیزنده‌های کسالی‌ها کم و یا پورا نیست می شوند. کشاورزان ناحیه اسپیتامین که در ساحه کشاورزی تجربه بوی دارند، سال روان به نشانده‌های نظررس نائل گردیدند. برای رویاندن حاصل فراوان در سال آینده از امروز زمینه‌گذاری کرده می شود. همین است که زمین‌های پخته از اوزپای تازه کرده شده توسط تکنیک شودگار می گردد. سال روان در ناحیه اسپیتامین در میدان 5892 گیتار پخته کش کرده بودیم. از این زیاده 60% زمین پخت‌آزاد شودگار گردیده است. همچنین 90% زمین کارچوب کرده شد. کارها ادامه دارد. شودگار زمین اساساً با تراکتورهای تخمه‌چرخ انجام داده می شود برای آنکه شودگار خوش‌صفت می شود و می توانیم در سال آینده حاصل فراوان گیریم. کشاورزان ناحیه اسپیتامین خوب درک نمودند که در صورت مهنت صادقانه به زمین می توان از آن حاصل فراوان رویانید و در تامین بازار استعمالی با محصولات سهم گذاشت. حالا مشاهده می شود که در شهر و ناحیه‌های کشاورزی در برابر شودگاری زمین و تازه نمودن زمین از اوزپایم با مسئله یخابمانی و آب ذخیروی اعتبار خاصه داده می شود. با تاکید عالمان ساحه، یخابمانی این سرمایه‌گذاری ذخیره نمی برای سال آینده بوده. با این وسیله رشد حاصلناکی در سال آینده نظررس می گردد.